من هایگو مجبور شدم دا. نه که تا حاضر من دا وازبین خونی مرکزی رایون عین خور رفته بدم. دولت موی اخمیر جدا کند و حق به حق دارش رسد. نامی این زنی 70 ساله استاد قربانووا است. ادعا دارد او را کارمندان میلیسه ناحیه عینی دوم ینور در تهخانه شعبه کارهای داخلی حبس و بعداً شکنجه کردند. که 7-8 کس در اومدن. میلیسا هم ملا شریف انا هوای بسری همون وای با دکتر به جیغ آوازش فهمیدم. یک اوکال کن گفت که نفهمد کرخ شود گفت. پای راستم شریف ملا شریف هم مرزا شریف پاش خپید، غفارов عبدالقادر پای چپم خپید، دو دستم اربابov خپید، یک دست دیگرم سفرov خپید. بالای اشکمم که من گریج من انمی اول زیر کردن من در چرزنی نکنید گریج مکفت اینا من ابالم سوار شدنه به اجازت من مادر 70 ساله من شرم داشتم. من حیا زیر کرد. ازار من کشیدونه من همینجا پای من اکل زدن. استاد قربانووا میگوید گویا این عمل را کارمندان میلیسا بعد از نپذیرفتن گناهش کردند. باید کارکنی ارگان آورده سانکسیش نشون تیاد یا سود من جیغ زند بدو گفت که تو به من سانکسی دادم نکرده من هم تو یک بار برده من در ترم زیر کرد همین روز به رسوندن من. مقامات میگویند استاد قربانووا به غصب زمین گناهکار است و چون با پای خود به دادستانی نآمد او را حبس کردند. همون پیشن چایلی اودنیف به درو آوردن. من گفتم من کجا برساده تو؟ هشمو روزیست که با. من گفتم من چه روز که آخه من ده همین تریتور عینی بیرون نبرم یگون کار نکرده باشم. برای چیش من روزیست که داده همینجا گرفته آورده تو. و زکشه کرده ادو دستم میلیسا من پدوال بفرداردن. استاد قربانووا میگوید در همان تهخانه کورتاش در بدنش آتش گرفته است. چون او بعد سوزندارو بیحال بود نمیداند چرا این طور شد. یک بار گرم زدم وای علاوه کرته باید این خیل نشود که من بالای برف پرو خوابوندن کمزورچی کرتم واسه در پروکورور رایون عینی لباس من در همونجا. مقامات میگویند استاد قربانووا در بازداشتگاه خودسوزی کرده است. او را فوراً به بیمارستان انتقال دادند. طبیبان بیمارستان عینی گفتند واقعاً استاد قربانووا تا 10% بدنش سوخته بود. بحثم همین که همین 6 کسی که من همین روز برسوندن و جوابگیری کشیده شود. در وزارت امور داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند به سبب خودسوزی استاد قربانووا در بازداشتگاه 3 نفر را از کار راندند و اعمال 2 نفر دیگر را تفتیش دارند. ما همون جایی که گرفتم سال 2007 بود. همون جا تا حاضر من زندگی میکردم تا حاضر اما حولی من نبروندم. دیده برون دیگر خواه شنبه مرد خواه خوجه مرد از سر نو دیلی من دیده برویان. استاد قربانووا میخواهد پرونده غصب زمین او دوباره بررسی شود. او میگوید قانون را ویران نکرده است. دادستانی عینی میگوید او در زمینی بیگانه انبار و حمام ساخته است.